توجه کنید به یک خبر فوق‌العاده مهم که تازه به دسترس ما رسید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چنل خبر تازه. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید. مشروع خبر: افغانستان اینترنشنال در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد یک مرد در پنجاب پاکستان به اتهام تجاوز جنسی به 5 دختر دانش آموز بازداشت شد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که مردی در پنجاب پاکستان به اتهام تجاوز جنسی به 5 دختر دانش آموز بازداشت شده است. در گزارش آمده است که قربانیان بین 11 تا 14 سال سن داشتند و دانش آموزان یک مکتب در سلیم کلونی گوجرانوالا هستند. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید. جهت حمایت کانال یوتیوب خبر تازه را سابسکرایب نمایید. تا دور دیگر بدرود.